میگم که فوتبالم و هرچی هستن خب مدیون هوادارهای تراتور هستن، باشگاه خوب تراتور سازی، مردم آذربایجان. خب من 11 سال واقعا خب زندگی کردم با اون تبریز و میگم که واقعا خاطرهای خیلی خوبی دارم ازشون. درسته واقعا خب ما همیشه قول میدادیم که واقعا میگم که جامی به مردم و مردم آذربایجان بدهکار بودیم، هر سال میجنگیدیم ولی حالا متاسفانه شرایط نبود. ولی خب میگم که افتخار میکنم که واقعا تو این باشگاه بزرگ و معروف شدم و میگم که فوتبالم اونجا شروع کردم و آرزوی سربلندی و موفقیت براش. 11 سال شما اونجا بودی؟